ایرانی‌ها همش فکر میکنن یه چیزی هستن وقتی که هیچی نیست. کدوم زنی هم چی کاری میکنه؟ زن من. یا حداقل از جلو بابا مثل اینکه زود سیخ میزده. پله میگردی یه ماه لایوی. مشتبه قطعش کن. سلام برعکس یوتیوب. امروز من دور یکی از برنامه‌های تو ماشین با یه آدم معروف، یه آدم خیلی خاص که تو هیچ جای زیادی ظاهر نمیشه، همیشه ریموت خالی میبنده. امروز اومدم. شما بگو وقتی دیدم چه غذا کردم. آقا این ما که با شوخی میگفتیم که الان دوست پسرم میخواد بیاد منو بلند کنه. بعد آقا اومد، منم ندیدم پیامشو، مثلا نوشته 3 دقیقه دیگه میرسم، من منتظرش بودم ندیدم. بعد یهو دیدم یه مرده داره میاد توی لابی. چه قولیه. من نمیدونستم که قدش بلنده. میگو بلنده ولی فکر از من خودم قدم بلند. آقا از این زاویه من مردمان خیلی کمی رو در زندگیم دیده بودم. حالا این به کنار اومدم منو اینجوری گرفت بلند. من در عمرم کسی منو بلند نکرده بود لیترالی. آقا ما رو بلند که خدا شاهده احساس کودکی بهم دست. احساس کردم بچه کن اخ جون. حالا سایلم گفت ما عادت نداریم که بغلمون کنه بلند. راست میگه واقعا من احساس کردم یه کودکم. زمین نیست. یهو برمیگردی به 60 سال پیش که بچه بودی. خدا شاهده احساس کودکی و احساس آرامش کودک در بغل کسی که دوستش داره. خدا شاهده. و چقدر محبت داشت، چقدر لطف داشت. واقعا لحظه تاریخی بود که کاشکی یه دوربین این صحنه رو میگرفت که من همه نگاه کردم که ساختمون اون چیز نداره، دوربین نداره که چیز کرده باشه. همت گرم عزیزم، خیلی لطف کردید. ریسپشن بسیار زیبا. خب امروز کجا میخوایم بریم؟ کدوم انتخاب کردیم؟ میخوایم بریم یکی از رستوران‌های ایرانی تورنتو، یا 63 یا پلس، هر کدوم که شما بگی. 63 کدوم؟ یه دونه معروف روش ساندویچ و اینا داشتهش. چی؟ 60 تهران 60. تهران 60. اون باحال‌تر نیست؟ چرا فکر کنم یه جوریه. چون مثلا میخواد بره تهران پرژن پلس خیلی چیزه، مثلا تخت جمشیدی و فلان و اینا. چرا این رستوران‌ها همیشه تو قدیمیان؟ چرا این مدرن درست نمی‌کنن؟ خوشگل سنگ و منگ و صندلی شیک و چرا همه میخوان؟ مثلا میگی مثلا گاو گذاشته اون تو مثلا هخامنشی. خب دیگه مثلا نوستالژی ایران باز. چون من میگم ما ایرانیه که الان به مرحله رسیدیم که میگن پدر ما بود فاضل. الان که چیزی نیستیم بالا شده. خدا که هیچ نیست. نه من جدا میگم تمام افتخارات ما اینه که پدر ما بوده فاضل. همین، هیچ بیشتر از این. خب من چیزی که همیشه میگم، خیلی هم دوست دارم الان با شما اتفاقا بحث کنم. من همیشه میگم که چرا ایرانی‌ها همش فکر میکنن یه چیزی هستن وقتی که هیچی نیستیم. من میگم چرا ما نمیفهمیم که هیچی نیستیم و باید خودمون دوباره ثابت کنیم به دنیا و خودمون. همش میگن که باید ما رو بشناسن، بدونن ما قدمت داریم. من مثلا میگم یه سری مایا مگه نبودن که تو مکزیک بودن؟ نیستن دیگه. مثلا وجود ندارن. همشون اونا مال 2500 سال پیشن دیگه. میگم ما قدمت داریم. چیزی که از بین میره از بین میره. ما اون مثلا میگم همیشه میگن ایرانی‌ها مهمون نوازن، ایرانی‌ها مهربونن. من میگم اصلا اینطوری نیست. ایرانی‌ها پاچه خارن. ایرانی‌ها دنبال این میگره که میگن یارو پول داره، الان اومده ایران واسه مهمونی بگیرم، پس روز لازم شد به این زنگ بزنم. شاید هیچ وقت لازم نشه زنگ نزنه ها، ولی اگه لازم بشه میگه یکی داشته باشم. اینا مسائل مختلفی رو گفتی دیگه. در مورد مهمان نوازی مهمان نواز هم هستن، خب ولی موضوع دیگه این صفات متعددی دارن که به سرعت این صفاتشون تغییر میکنه. پدیده که من بهش میگم اسپلیت میزنن. یعنی امروز گاو میزنن زمین جلوت، فردا گردنت میزنن. اینو من مثلا همینو میخوام بگم. اگر مهمان نواز هستن، بسیار هم هستن. یکی از خصوصیات اسپلیتینگ دیگه، شما از فرشته میشی دیو. سیاه و سفید. شما میدل گراوند معمولا ندارید بر ایرانیان. معمولا که مثلا میگه اوکیه و اینش خوبه اینش بده، اینا نداریم. یا خوبه یا بده. و این صفتی است که فکر من منظور شما. وگرنه مهمان نوازی فوق العاده مهمان نوازی. در مورد اینکه چرا به گذشته به چیز میکنن مردم اینا، خب به هر حال افتخار آمیزه. مردمانی بودن در گذشته افتخار بزرگی ثبت کردن، افتخار آمیزه. ولی اینکه بگی افتخار اونها من کردم، این غلطه که خودت کلیمش بکنی. مثلا تیم فوتبال ما میره میبره ایران برده، 12 نفر رفتن گل زدن اومدن. این دقیقاً برمیگرده. این داستان این گروپ اوت گروپی که هستش. شما در گروپ خودتون هر اچیومنتی در گروپ رو به خود گروپ ممبر شما میتونید چیزش بکنید. نمیذارم ببینید.
من همینجوری رانندگی کنم یا شما دوستو میدونید؟ نه مارز نمیدونم. بذارم چیز همونجا بریم شسته دیگه. بذار من پیشش بکنم اول. من نرفتم اینجا ولی باید جالب باشه. عکسشو دیدم. ساندویچ ایرانی داشت. بعد چون من اینجا خیلی کباب زیاد رفتم، هر جا هر کی هست فقط بچه‌ها میرن کباب. من که کباب خدا شاهد اگه کباب نداشته باشه میریم یه جای دیگه. ببین خیلی دوست دارم چیزای جدید رو تجربه بکنم. من کلا یه آدم کانسرواتیوی ام که چیزای جدید رو دوست ندارم امتحان بکنم، ولی به یه مرحله رسیدم بودم آقا تا کی میخوام بچسبیم به یه چیزی مختلف رو چک مثلا سوشی رو دوست داری یا نداری؟ دوست ندارم. ولی امتحان کردی؟ بله انواع مختلف دوست ندارم و اجسادی تلاش کردم که تمرین بکنم که چیزای جدید امتحان کنم. سختم همچنان، ولی کوبیده رو خدا شاده به این خاطر نیست که مثلا نمیخوام چیز. دوست دارم، خیلی دوست دارم. خوبه. نمیدونم چرا خیلی دوست دارم کوبیده رو. وای این دیگه الان فکر می‌کنم یادم میاد 5 6 سالم بود میرفتیم به باشگاه ما چیز داشتیم اهواز بودیم، باشگاه نفت خیلی خوبی داشت. بعد بابا خیلی اغلب میرفت اونجا ما رو می‌برد. و اونجا کباب کوبیده‌ای که من اون مزه بچگی در ذهن من نشسته ها اونه دنبالمونی. آره اون خیلی سخته پیدا کردم. حالا مال من بدتر از مال شماست. ما یه دونه باغون داشتیم، 10 سال باغونمون بود، 20 سال مثلا 15 سال باغونمون بود، نمیدونم چند سال. بعد این گذاشت رفت یه نفر دیگه اومد. این یارو که اومد بلد بود کباب بزنه. بابا گفت من کباب خاصی واسات میزنم. بابا گفت که ما مهمون داریم مثلا کباب بزن. خودش سوپرمارکت داشت یارو. نه اتفاقا قبلی سیخ سم بود. 10 تا بچه داشت. اومد پیش ما، یه دونه بچه نداشت، 10 تا بچه زایده بود. این اصلا سیخ زنه دیگه. به خدا من یه دفعه تو روزنامه دیدم ترکیدم اصلا به یک سیخ زن ماهر نیازمندی. گفتم برم. بعضی هم دادزن میخوان، سیخ زن و دادزن. وای سیخ زن خیلی چه لغتی واقعا. سطح شوخی 1 از 10. من خواستی یه کباب میزد میرفت. سیخ پر سکندش چند بود بابا؟ بابا مثل اینکه زود سیخ میزده. سیخ پر سکند. میرفت توی کوه یه سری گوسفند میگرفت اونجا میشناخت. بعد مثلا گوسفنده رو میرفت میگرفت همونجا تیکه پاره میکرد، میومد چرخ میکرد، بعد کباب کوبیده درست میکرد. ببین اصلا نمیتونم باور کنم این آدم اگه کباب کوبیده میزد یکی از پولدارترهای مثلا توی ایران میشد. ولی خوشم بلد کار بوده، میدونست چجوری در بیاره. بعد کباب کوبیده رو با دست برمی‌داشت همونجا میذاشت، هیچ دستکشی هیچ استفاده نمی‌کرد. بعد مثلا وقتی می‌ذاشت باشه ما بعد یه رو وای می‌سیم تا خونه‌اش بخوریم. بعد مثلا سوال که چجوری تو دستت نمی‌سوزه؟ آره یکی از مهارت‌های مردان همین کباب درست کردن باید باشه. در خارج که دیدی باربیکیو اصلا هنر مردانه. چقدر جالب. بعد مردان دور چیز وای میستن باربیکیو مثلا فلیپ ایت اوور خوبه بعد خود نظر بدن. اساسا دیگه مردا نظر می بعد یکی از رفیقام هست میاد در باربیکیو میگم باز نکن، این احتیاج داره 20 دقیقه درش باز نشه. بعد اینجوری آروم باز میکنه میگم آخه چی رو می‌خواستی نگاه کنی؟ یعنی الان چه سناریویی تو می‌خواستی اینو بهتر کنی؟ این چیز خود همون جرنی، خود همون مسیری که داری میری به اون برسی، خود اون عشق و لذته. قبول داری؟ آره خدا خود کبابه رو خیلی یه راه مثلا یه جون مثلا یه چیزی که میگی ولی اون نیست که می‌کنی پیازه رو میذاری بمونه. خود مسیره که زیباست و غنیه. کباب خودی خیلی حال میده. من یه زمانی خونم کباب پارتی میگرفتم، بچه‌ها رو دعوت می‌کردم میومدن خونه کباب می‌زدم داشتم تو ظرف شیشه‌ای کباب می‌کردم. حالا ببین اون که درش وا می‌کنه یه ناخونک هم میزنه معمولا اون قضیه‌شه. ناخونک اینقدر خوبه. من از زمان بچگی ناخونک رو خیلی دوست داشتم. کباب خام هم می‌خوردم دیگه رسیدم به ناخونک. یعنی یادم یه دونه می‌ذاشتم روی باربیکیو خام از تو ظرف پیاز می‌خوردم. آره. آقا جیگر رو می‌خورن ولی اینو نشیدم. جیگر رو مثلا جرئت ندارم. گوشت خام. آره گوشت خام همون که پیاز زدی بعد یه دونه‌ش رو باربیکیو یه دونه می‌خوردم با پیاز بدون پیاز. منطقی بود که پیاز تمیزش کرده. آقا گوشت خاری شانس اونم مریض نشدم خاری آقا باید مریض نشدم. کارنیور همینه. چون هر وقت این کارو کردم هر کی اونجا بود میگفت یعنی چی خام می‌خوری؟ چجوری مریض نمیشی؟ گفتم نمیشه من همیشه می‌خورم. این حالا من پیازه اینو کاری می‌کنم. می‌دونستی که آتش و پختن بود که باعث شد ما مغزمون بزرگ بشه؟ اینو تو کتاب چیز خوندم. باعث شد که مغزمون بتونه بزرگ بشه. در گذشته هم افرادی بودن که مغزشون بزرگ بوده ولی چون غذا گیرشون نمی‌اومده که این مغز رو تغذیه کنن می‌مردن. قدیم بوده 5 6 میلیون سال پیش 10 میلیون سال پیش.
همیشه میوتیشن، همیشه ایولوشن یه حرکتایی میزنه دیگه که اگه بگیره میگیره، اگه نگیره میمیره طرف. در زمانی که آتش اختراع شد و شما مثل غذا رو بپزیدین ها، در واقع اون انرژی که صرف هضم گوشت میشه، گوشت باید هضم بشه دیگه، اون میشکنه اون مولکول‌ها، اون چیزای اقتصادی دیگه لازم نیست که انرژی صرف بشه که بشکنه اونا رو. این انرژی سیو میشه، یعنی شما در واقع بعضی از غذاهایی که میخوری در واقع اون بالانسی که اون تعادل انرژی که از خود غذا به دست میاد باید از انرژی که سبب شکستن شده باشه بیشتر باشه دیگه. مثلا در مورد کرفس زیرو بالانسه، زیرو، هیچ انگار نگاه فقط خرت کردی رفته. ولی گوشت بسیار با نسبت به چیزای دیگه پر کالری تره. گیاه‌ها رو دیدی که گیاه‌ها رو همه دارن میخورن، ولی گوشت‌ها رو باز کمتر. انسان که اومد گوشت رو پخت، مثلا با 1% خیلی کمی انرژی شما میدید کلی انرژی هست. برای همین ما همه چاق هستیم الان، چون بدن ما ساخته شده برای اون مکانیزم‌های غربی. فرصت نکردیم غذایی نباشه تو دنیا. ما اون ولعمون رو داریم برای خوردن، ولی غذامون های افیشنسیه. عوض شده غذا. یه تو اون دایت نیستیم ولی فهمیدم. از این ور گوبری مطمئن اشتباه نکرد. هر چی داریم میگم. الان میگه برو چپ. من میخواد از اتوبان ببره احتمالاً که سریع‌تر برسیم. همین رانگم میتونستیم بریم. نه از 404 احتمالاً ببره. من عاشق اتوبان 407 شما. 407 که من یه مدت سر کارم اونجا میرفتم، اونجا خب کم ترافیک داره، پولیه. تو برای مجانی تو ماشین دایمه. بعد از این دستگاه که داریم بیمش میشتم. یه دونه میذاری که چون هر دفعه که میری توش $7 زمان ما اون موقع که میرفتم $7. الان کیلومتری میزنه؟ نه خود عکسی که میگیره که پلاکتو شناسایی کنه $7 پولش. اوه. بعد اگه از اینا بذاری دیگه لازم نیست عکس بگیره. آها فقط کیلومتری اون این میگه آقا فلان ماشین با این چیز وارد اتوبان شد. آره من دیروز یه دونه رفتم 5 کیلومتر رفتم تو اپ با دایم نگاه کردم $2.70 چارج کردم و اونجوری $9.70 بعد اگه نداشتین دستگاه. من از این دستگاه رو می‌داشتم و کارم بود، هر روز میرفتم میومدم 1 ساعت درایو بود، وارشاوا کار می‌کردم. 1 ساعت درایو بود، خیلی سخت بود واقعا. نمیدونم چی الان جون ندارم این رانندگی. 2 ساعت در روز من رانندگی می‌کردم. خیلی کار سختیه ها. من هر وقت می‌بینم کسی تو راش اور باید رانندگی کنه، حتی اگه مثلا نیم ساعت اینا باشه، اصلا نمیتونم هضمش کنم که هر روز قراره اتفاق بیفته. حالا رانندگی در هایوی آسون‌تره بود. میذاشتی رو کروز رو چیزی گوش می‌کردی یا چیزی می‌نگاه تو. ولی تو ترافیک خیلی اذیت میشه. خیلی اذیت. الان تسلا این مشکل حل کرده. میزنی من دیگه دارم مثلا گل رول میکنم، حرف میزنم، برمیگردم با یه روز 10 دقیقه حرف میزنم، همینجوری خودش میره دور میزنه تا دم در لوکیشنت میده. فوق‌العاده است این سیستم سلف درایوینگ کارز، به اضافه یک سیستم دیگری که بعداً حتما ایمپلمنت میشه به نام اینترنت آف things که همه چیز به هم متصله. مثلا اون ماشین به شما متصله، همه که مثلا میگه جلو الان ترافیکه، بعد یه بهترین راهو بهت پیشنهاد میکنه یا خودش اصلا میپیچه میره یه جایی. بهترین مثالش اینه که میگه اگه ماشین جلویی یه دونه پاتول بیفته سریع مشغل میگه دو اینچ میره اینورتر دیگه هیچ رو پاتول نمیره. خیلی چیزایی از توش میشه استنباط کرد که خود شبکه و اطلاعاتی که شما کراود سورس میشه باهاش این ایمرجنت فنومنایی از توش در میاد که اصلا نمیدونی. مثلا فرض کن زمانی که شما داس کار میکردی، سی دی بک اسلش فلان اینا، فکر میکردی که باعث بشه بیان من و شما اینجا استوری بذاریم و فیلم ضبط کنیم و مثلا سی دی بک اسلش از اونجا شروع شد. و این هم همینطور شما اینترنت آف things که میزنی ها ایمرجنت هایی که از توش در میاد نمیتونی حتی تصور بکنی چه خواهد. یه دونه حرف هست که من بعد تو ویدیو میگم، حرف میچیو کاکوه، میگه عاشقشه. پیر شده من خیلی پیر شده، دیدمش اصلا در از چیز شد فهمیدم که یعنی بیاد خودم گفتم خیلی هم اکتیو اسکیت بازه از این اسپات تا هر آدم خفن خدا وکیل. خب چی میخواد بزنی من آروم کن دیگه. اون میگه تو برای بچت برای 90 نمیتونی کانسپت میز رو اکسپلین کنی. میگه نمیفهمی یعنی چی خودتون میز داشتی. میگه یعنی همین چوب روشون غذا رو گرم نگه نمیداشت، مهمونی میشد نمیرفت مثلا بچسبه به دیوار که نباشه وسط مردم برقصن. میگه نمیتونه کانسپت اینو بفهمه که یه چوب فقط بود. میگه خیلی ذهنش قشنگه. یه روز میگفت آقا این که هست چیزا ساختمون رو رنگ میکنن این ابسولیت میشه.
یعنی کسی که رنگ نمیزنه ساختمان اون LCD اینقدر ارزون میشه الان هم دیدی دیگه آره 4K مف 800 اینچ چقدر مف آره خدا بگو اینقدر ارزون میشه که تمام دیوارهای خونه رو LCD میکنن مفته ارزون‌تر از رنگ رو عوض کن بعد میگه آقا هر پنجره‌اش صفحه‌ای کن. میخوای بذار اصلا هر کاری میخوای بکن بیا هوایی آب موج خدایی آره خیلی باحال میشه بعد مثلا شغل نقاشی خب تمام میشه دیگه مثلا اول نباید ناراحت باشی مثلا شما الان نگران این هستی که دباغی یا نمدمالی مثلا یا چینی آره همه بنزنی. میگن مثلا ربات میگن ربات بیکار میشین میگن بابا همین مگه رو کامپیوتر نگفتین کامپیوتر همه رو کمک کردن همه سر کارشون با کامپیوتر اینم همه سر کارتون وای میسین با یه ربات بغلتون که تو حالت بده به ربات میگی این کارو بکن تو میری نه خیلی جالب داره میشه بعضی از چیزا هست که میگه آقا نه معادلش مثلا میاد دست مرد دستو زیاد میکنه مثلا اوبر یا مثلا Airbnb اوه نه اتفاقا بهتر شد افیشنت تر شد آره هتلام هستن سر جاشون خیلی بهتر شده اصلا نه آژانس ها از کار بیکار خب بله چه بهتر الان میگه آقا دکترا از کار بله از این الان مثلا رادیولوژی و پاتولوژی اینا دو تا رشته ان که پترن ریکگنیشنه یعنی به هر صورت نگاه میکنی پترن رو میگی این شکلی اون پاتولوژی نگاه کن من آشنایی هم دارم استوری اسپیس مثلا چی فلان برای نمای مثلا لیمفوما در یک زمینه آبی این پترن دیگه این پترن رو کامپیوتر خیلی بهتر میشناسه و خیلی سریع‌تر و اوری تایم هم کچش میکنه بگم این ماموگرام میدونی چیه ماموگرام یه عکس میندازن ایکس ری نگاه میکنیم میگه آقا در مثلا این پترن ممکنه که مثلا نشان دهنده سرطان باشه بنابراین برید بیوپسی بگیرید فلان بکنید این پترن رو AI به دقت رادیولوژیست تشخیص میده و با دقت بیشتر که حتی یه مطالعه شده بود که در یک مطالعه شده 5 سال عکسای 5 سال قبل اون زنی که امسال رادیولوژیست تشخیص داده بودن بهش داده بودن ما تشخیص ندادیم 5 سال پیش اینو این ولی گرفت ولی این از همینجا معلومه خیلی من به شما رادیولوژیست به چه درد میخوره بعد اصلا بزنید در یک رادیولوژیست بنشون بیرون چون برای چی باید داره اون سرطان داشته به خاطر اینکه رادیولوژیست میت کرده البته حالا پاتولوژی مثلا از این بابت بهتر شده ایمنیستی کمیکال اومده دیگه به ظاهر نگاه نمی‌کنن شما ربات می‌خری یا قطعاً ببین اصلا این ربات تسلا رو اسمش چی بود؟ چیچیموس یه موس داشت آخرش اسمش نمیدونم چی گذاشته بود آره چیز گذاشتن این رباتا گذاشته بود البته نمیدونم واقعا همون که میرقصید رو میگم که پیان کانورس صحبت می‌کرد اونی که نه ببین یه دونه اون که میرقصه مال باستن داینامیکسه نه خود تسلا هم یه دونه درست کرده بود که YMCA رو میرقصید اون باستن روباتیکس داره عقب میفته خیلی خوب داشت جلو بره داشت عقب میفته اون سردمدار بود هر دولت پولشو میده که صنعتکاری دزدی از آب در میاد هر شخصی ولی اتفاقا ببین کل آره این که درسته ولی کلا رقابت و تعداد شرکت‌های زیاد بهتره الان اوپن ای آی اومد دیپسیک اومد ترکوندش اون یکی بعد اومد 2 مرتبه اوپن ای آی چیز کرد چون از دست داد بازار رو 2 مرتبه بعد گراک الان اومده الان این لارج لنگویج مدل رو نگو 1000 مدل شده الان بهتره این رقابت سرعت روش رو بیشتر میکنه ولی در مورد ربات فرمودی بله قطعا من این کارو میکنم شما آیا دوست خوب تر نمیگیرید؟ چرا؟ جواب شما داده چون مثلا نمیتونم وایستم اولش یعنی شده پول نشه باشم میرم میخرم توی لول همه کار میکنه خونت رو تمیز میکنه نه من با عنوان یه مونس دارم میگم اوه کسا باشه حرفم بزنید مونس دارم میگم اینتלקچوالی تحریکت بکنه حالا ببرید راست می بعد من اینو قبلا بهش فکر کرده بودم که ما تا چند وقت دیگه ازدواج از بین میره به خاطر ربات یعنی میگی واسه چی با ربات باشم شما قشنگ میگه آقا من یه رباتی میخوام قشنگ سر وقت برام غذا بپزه ماساژمو بده بهم بده بعدم بره قشنگ تخت آماده کنه میگه بیا کدوم زنی هم چی کاری میکنه زن یا زنه بگه آقا یه مردی من میخوام هر چی میگم بگه چشم هر کاری که بخوام براش انجام بده 100 دفعه داره رد میشه میگه نوکرتم چقدر تو خوشگلی کدوم مردی هم چی کاری میکنه نه راست میگی چون اصلا فقط یعنی دریم رو درست میکنی دیگه هر زمانی که میخوای کوچیک میخوای بزرگ میخوای بعد
آن اسپات میتونه مثلا تغییر بده. امشب من گنده میخوام فردا حالا این مثاله، امشب میخوام با هم فیلم نگاه کنیم، فردا میخوام اصلا قیافت نبینم، برو تو خونه درو ببند. یا چرا اینجوری آقا 5 تا میخوام در آن واحد 5 تا ربات بگیر، چرا میخوای یک اون اصلا از محمد شروع شده. یا آقای ربات شما سرشو بگیر شما فلان بکن. نه ببین یعنی این ایمیجینیشن شما که چه کارهایی میشه کرد، مثل همین داستانی بهت گفتم استیوی بکستر چیکار کرد، این همینطور خواهد بود. ما تنها چیزی که الان پزشکان هنوز در بازار میتوانن باشن این نوستالژیه و اون هیومن تاچه که فعلا AI نتونسته بهش دست پیدا کنه، ولی 100% میرسه بهش. من فکر می‌کنم میرسه بهش، ولی کلمه 100% سعی میکنم استفاده نکنم، ولی میرسه مقدار زیادی میرسه. ولی نه آقا همیشه افراد اولد اسکولی وجود دارن که اون هیومن تاچ لازم دارن. این گوشت و پوست رو من میخوام. حالا آیا اون لحظه که شما منو بلند کردی اونو من نمیدونم AI بتونه به من بده، نمیدونم، ولی احتمالاً اشتباه بکنم. میفهمم چی خیلی جالبه، ولی خیلی بعضی موقع بهش فکر میکنم میگم یه خورده آنفره. ما 4 میلیارد و 600 میلیون سال گذروندیم، تمام این واقعا از حیوان تبدیل شدن به کامپیوتر رو با فاصله 50 سال ما میس کردیم. چقدر این آنفره؟ بله. برای همین شما اگر که بتونید عمرتون رو افزایش بدید برای مثلا الان تغییرات اینقدر سریعه، خیلی یک سال فرق اینه که مثلا 10 سال شما فقط یه کاری بکنید نمیری فعلا 5 سال برای دیرتر ببینید. حالا برای شماها شانستون بیشتره، برای من شانسم باز کمتره. من بابام قشنگ من 15 سال پیش مرده بود اگر تکنولوژی همون 15 سال پیش بود. بله. الان ما عملاً وارد چیز بایونیک شدیم دیگه، یعنی قسمت‌های از بدن رو عوض می‌کنیم. به بابا میگم فوتونی بعد ببرم ریسایکلی. کلی آهن توشه، ولش تایتانیوم چقدر پولشه. ولی عملاً بایونیک شدیم. مرد 6 میلیون دلاری هم یادت میاد زمان بچگی پخش می‌کردین، همین بودیه. کاری نداره عملاً شما یه چشم مرد 6 میلیون دلاری بدید. الان ساختن چشم رو، فقط اون مشکل اینترفیسش هست که چجوری به رتینا و اپتیک نرو وصل و وقتی برسم به اون چشمم دوش تو اون خونه رو میتونی عکس بگیری دیوارش. دقیقاً اونم الان به صورت چیزهای کانسپت و اینا رسیدن. الان کار همین آقای که چیز میکنه اسمش چیه بود؟ چی بود ایلان ماسک ساخته بود؟ نورال لینک اسم شرکتشه دیگه. شما لینکی میکنی به نرو سیستمتون، نورال نتورکتون. این لینک میتونه از طریق مستقیم نرو اندینگ باشه یا از طریق یه کمیکال، یه مواد شیمیایی که مثلا این به هر یه اینترفیسی لازم داره. چون این اینترفیس سخته ایجاد کرد، ولی به محض اینکه اینترفیس ایجاد شد تمام شد. تو میتونی حتی فیزیکی هم نشه چیز بکنی، وایرلسش بکنی، خیلی کارا میشه کرد. یعنی الان دنیایی که 5 سال دیگه شما دارید اصلا شما کیپ آپ نمیتونید بکنید با سرعت فهم این اتفاقات. دیگه مثلا من وقتی اومدم کانادا خواب نمیدیدم که مثلا بتونم دوستامو تو صفحه تلفنم ببینم for free instantly. یعنی اصلا حتی هر چیزی که ما الان هست و خیلی برای بچه‌ای که مثلا امروز به دنیا اومدن، مثلا بچه‌ها من که تو هر صفحه میبینن دست میزنن و دست صفحه که ریسپاند نمیکنه براشون عجیبه. میگه وات چه ریسپاند نمیکنه، تیویو دست میزنه نمیفهمه که چرا ریسپاند نمیکنه. میگه یعنی چی؟ مثلا میگم اینو پلی کن دیگه، میگم نه بابا ریموت بزنید. من نگاه میکنم چقدر احمقانه. به خدا یه ویدیویی دقیقا خنده یه نوار کاست داده بزن بگم دوربین اینجا تو سولاقا نگاه میگرد. یکی دیگه هم گفت یه خودکار بوده یه نوار کاست گفت که هر کسی بدون ارتباطی داره یعنی پیر شده. میچرخونی سیو میکرد زندگیو. خیلی تغییرات خواهد. اینو هم داشتم میگفتم. ببین فیلم چیز بود ستار وارز، نه اون یکی ستار ترک، آدم معمولی که نمیسازتش، یه آدمی داره میسازتش که معروفه، پولداره و دسترسی داره به آدمایی مثل میچیکاگو و این حرفا. اینا رو من دهن خوشش شنیدم. میگه وقتی ما میخوایم یه فیلم بسازیم ما حدس که نمیزنیم، میریم از یه آدمی مثل خفن میپرسیم که آینده چی قراره بشه.
و اون به ما میگه مثلا این تکنولوژی میره و ما اونو میایم میکنیم تو فیلم. ما اونجوریه که مثلا چیزی که تو فیلم می‌بینی واقعیت میشه معمولا رو فیلم مثلا ما رو واقعیت میسازیم. اینو داشته باش توی این فیلم اینا با هم حرف میزنن، یه گوشی دارن که با هم میتونن حرف بزنن. این گوشی چیز اینقدیه با یه دونه آنتن. ما یعنی اون موقع با اینکه رفتن با یادم مثلا نتونستن حدس بزنن چیزی که الان واسه $5 ما میتونیم بخریم بریم تو هم وایرلس کار میکنه، هم صدا تولید میکنه، هم کنترل میتونی بکنی آهنگ تو روش، هم باتری توشه. من یادم میاد خیلی سال پیش بود چیز بودم دانشجو پزشکی بودم ایران، بعد این رئیس دانشگاه اون اومد با یه موبایل دستش بود، آنتن هم داره، موبایل اولیه اومد. ما تصورمون نمیشد، یعنی من نمیفهمم این موبایل این یعنی مثلا وصل به یه آنتن در مثلا یه جایی اینا این بردش نمیرسه، چون من واکی تاکی اینا میساختم و این بردش نمیرسه. آره متوجه. آره بودم این حتما یه دستگاه سنگین تو ماشینش نصب کرده، یه رادیو رادار. آره که این به اون وصله و اون داره پخش میکنه، برای همین میتونه تلفن بکنه. بله دقیقاً همینطوره. مردم نمیتونن تصور حتی تصور نمیتونیم بکنیم، کسی که کارش تصور آینده است. الان شما همین داستانی که استارلینک اومده خیلی مثلا باورشون سخته که چطور گوشی موبایل وصل میشه به 5G ماهواره. این تصور سخته الان برای مردم الان دیگه، ولی در واقع اتفاق افتاده. بعد ماهواره تازه داره با ساعت 2000 کیلومتر سفر میکنه. این سیگنال میفرسته و به عقبی میگه از اینجا پیکاپ کن سیگنالو. دقیقاً. واقعا داشتم یه ویدیو نگاه می‌کردم راجعش، اصلا واقعا تکنولوژیش دیوانه‌واره. همین که قاطی نمی‌کنه. این چیزی که من اون که حالا اون نتورکی که ساخته با تعداد زیادی از ستلایت اون با کنار، ولی این ایده که این آنتن گوشی شما امواج رو از ستلایت میتونه مستقیم در این فاصله بگیره، این باور ناپذیره برای خیلی‌ها. همه فکر می‌کنن تاور شما باید مثلا این تاور دیگه الان ببینیم اینجا. راست گفتم دوربینتون مثلا ماشاءالله فیلم گرفته اینجا. الان این تاوره. شما تیکه باید تاور داشته باشی. این تصوری که مردم فکر کنن از تاور دور شده دیگه و از ماهواره داره میگه، این فاصله خیلی زیاده. فاصله چقدر؟ 400 کیلومتر نمیدونم چقدر. فکر کنم 4 کیلومتر. نه بیشتره. حالا هواپیما 4 کیلومتره. اون آره بالاتر از هواپیما. تو ما هواپیما هم نه، هواپیما هم مثلا 30000 پا دیگه معموله دیگه. 30000 میشه 10000 میشه 10000 کیلومتر 10 کیلومتر دیگه. 10 کیلومتر میشه 3000 هر پای سر فوتی 30 خورده سانتی دیگه. اوکی. و اون 10 کیلومتر. بله. معمولا پرواز معمولی 30000 پاه، البته مثلا F14 سوخو من یادم میاد 100000 پایی هم میرفتن. که شما باید اکسیژن داشته باشی. آها. خود هواپیما هم چیز دیگه پرشرایزش میکنه، چون پرشر کاهش میکنه اونجا هواپیما پرشرایز بشه که گوشت نترکه. خدا که این دنیا دست مثلا 100 نفره ها که اینا رو تولید میکنن. اگه مثلا هر شب هر بچگی نمیکنن، خدا اگه دنیا همه مثلا بودن همه تو غار بودن. نه دقیقاً به اساسا قاطبه مردم بزن. آره. قاطبه مردم بزن. ولی نمیدونی قبول نمیکنن. میگن نه همون تیم ایران. قاطبه مردم بزن. چند افراد خیلی خاصی هستن الیتن کمن و افراد نادری که ممکنه مثلا شاید در هر قرن یکی دو تا بده، اون هایپر الیت اونا خیلی نادرن. انیشتین مثلا نیوتن، انیشتین، اینجوری ایلان ماسک مثلا اینجور چیزا، سم آلتمن، اینا که تغییرات ماهوی ایجاد میکنن. خود مثلا آقای حالا بیل گیتس من نمیتونم نام ببرم به عنوان یکی از اون افراد، ولی شاید بر کامپیوتر رو اینترودوس کردیه. ولی خود بیل گیتس از ایده artificial intelligence خودش متحیر شده. آره. چون بالاخره اینا یه لولی دارن دیگه. مثلا خود کی، مثلا وارن بافت سال 2000 میگه آمازون هیچ چی نمیشه. میگه وقتی کمپانی مثلا والمارت، سیز اینا وجود دارن، آمازون هیچ وقت نمیتونه بزرگ شه. منتالیتی اینا یه فرهنگ رو ایجاد نمیتونه اصلا قبول کنه. هم که شما دقیقاً نمیتونه بپذیره. فرهنگ شانس هم آورد. کووید کشیدش بالا. کووید چه حالی بهش داد. کووید اساسا این کار کردن از دور آنلاین چت تو مردم. حالا مثلا میرفتی به کورت میگفتی آقا نمیشه فیس تایم کنم، بعد قاضی میگفت یعنی چی فیس تایم کنی، مگه مسخره بازیه؟ این شد آقا نه اوکی. باور میکنی که در پزشکی هم اصلا امکان نداشت این تصور که شما آقا ریموت شما مریض ببینی، اصلا امکان نداشت. الان شما درس میشین. الان خیلی از تشخیصا رو ریموت، تنها کاری که شما به فیزیکال اگزامینیشن نیاز دارید،
تاچ باید بکنی، به لامپ رو مثلا تومور سینه داره باید لمسش باید بکنی. این سخته الان بعد با اونایی که پالپیشن لازمه، آسکولتیشن هم نه، یعنی گوش کردن. میتونی یه پروب بذاری صداشو برام پخش کن. تازه مثلا اپل واچ میتونی بذاری آفرین برای روز 24 ساعت بعد بفرسته. حالا مثلا در چیز خاصی، حالا شاید در مورد پالپیشن هم شما بتونید دستگاهی درست کنید پالپ بکنه، نمیدونم. مثلا دستگاه ساختن که شامبولانس مصنوعی دختری دست میزنه، تو دستگاه میذاری هر جا دست بزنه همونو میمیک میکنه 100%. درسته. همونو درست میکنه میذاره تا تاچ میکنه و میگه آره لامپ احساس کنه. کاملا درست. یا نه چرا از راه دور بری؟ یه اسکنر، مایکرو اسکنر درست کنم، میگم بکش به بدنت ببینم اینو. همه رو بهت میده. همه اطلاعات رو هر چیزی میده. مثلا میگم اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم. این دکتر اسکات چی بود توی همین استار ترک؟ تو استار ترک دکتر چی بود اسمش که فوت کرد؟ هر سال فوت کرد. فهمیدم. دکتر یه اسکاتی بود و یه دونه اسپاک بود و یه دونه اسپاک دونه کاپیتان بود و کاپیتان کرک. دکترم یاد بود. بعد دکتر اسکنر داشت دیگه، آدم میگفت میگفت مریض شده، میگفت مریضی شده راستی. آقا بیابون مرگت نکنم، کجا بردین نقشه رو؟ آقا برگردیم اینا همه ای کنیم دروغه. کجا داریم میریم؟ آره خودت کجاست این؟ اصلا فکر کنم الان یهو ما نکنه مال شهر ونکوور رو زده ها. چند دقیقه دیگه زده میرسیم؟ 6 دقیقه اوکی. 6 دقیقه تمام می‌کنیم یا میرسیم وسط یه مزرعه یا رستوران 60s چیزو زده فکر کنم. من ونکوور اونورا تو شهر شما مشاغل نگرده بودم. ما شهر ما که اصلا هیچ چیزی نداره. یه دونه دو تا رستوران خوب جدید باز شده، مشتی و اسم اون که یادم میره. میگم همه اسمای قدیمی میذارن. آقا گرمم شده ذره کمش کنه. چند درجه؟ من اتفاقا 100 بود به خاطر شما گرم کردم. من نکنید وقت شما الان درجه 20 گذاشته. چنده؟ الان رفت تو سرما. 200 چنده؟ خدا بچه‌ها وقتی یک دوربین جلوش 200 دو طرف دو کابینه 200 تو آونی چیه این 200 یعنی چی؟ 20.0 پوینت داره؟ آره اصلا خیلی خواسته مثلا دقیق باشه. خاک سر همتون پیر شده عینک. من شیمی به ایلان ماسک نورالینک رو به چی نمیشه چشای ما. پیری خیلی بده. من بابام الان داره پیر میشه میبینم که مثلا یه ماشین که از دست داد که دیگه رانندگی کنه، اون لحظه بود که به قول معروف پیوید کرد که دیگه آقا من دارم دست داد چی؟ دیگه نمیتونه رانندگی کنه. یه روز بود که دیگه اون روز آخرین روزی بود که رانندگی کرد. میدونی چند سال قبلش هم به این ایده رسیده بوده ولی روش نمیشد. آره دیگه. آخه من بابام چش راستش رو از دست داده، واسه همین یه چش فقط داره. این یعنی میگم ویژوال فیلد اصلا یکی از چیزاییه که رد میکنه. همون یعنی خود مینیستری آف ترانسپورتیشن چون به گواهینامه نمیده. همون مشکلش این بود بدون گواهینامه تو رانندگی می‌کرد. ما توی درایورز چپی هم آب مروارید گرفت. که نه اون که درست میشه. ولی ما یه تستی هست که میگن که راننده رو میخوام چیز بکنن، میگن درایورز میذارید یه تستی هست که ویژوال فیلد رو اختصاصا چک می‌کنید. البته اون اپتومتریست‌ها اون دستگاه دارن خیلی دقیق شکل میکشه چون دایره نیست. ویژوال فیلد شما چپ و راست دایره نیست. یه خورده آره دیدم میام میزنه و میگه اینجا نمیبینه اونجا. ولی ما رافلی تو آفیس خیلی راحت میتونیم با ویژوال فیلد خودمون چکش بکنیم. یعنی دست تو اینجوری می‌کنی میاری میگه هر وقت این دیدی انگشت من تکون می‌خوره بگو. هر موقع که خودت دیدی چون دست اینجوری ببرین یه جا نمی‌بینی دیگه. و هر موقع خودت دیدی مریضم باید بگه منم دیدم. اگه نبینه یعنی ایشون ویژوال فیلد شما کاهش بده کرده و این خیلی از مریضا نمیدونن که ویژوال فیلدش کاهش بده کرده. مثلا زنش میگه چقدر تصادف میکنه، میگه نه آینه رو هی میزنه یا اینو هی میزنه، میگه میماله به ستون. چرا به ستون میمالی؟ چون نمیبینه. یا از این ور این ماشینش این ور چیز میکنه یا دست انداز هی میندازه این ور. از اینا کلو میتونه بگیره که ویژوال فیلد داره. بابام که الان میگم 20 سال اصلا راستو نداشت، فقط با چپ رانندگی میکرد. اون چپ اینجا میکرد ولی بدون تصدیق دیگه. با تصدیق ایران نه اجازه نمیدن. نمیتونه تصدیق بگیره دیگه. البته رانندگی‌های معمولی اونا یه دونه چیز نگاه میکنن، یه دونه قدرت دیده که مثلا 2020 باید باشه. ولی اگه یک چش کار نکنه که اونم نمیذارن. یه چیز نداره؟ نداره. نه نمیذارن. آره برای همین غیر قانونی هم میکرد. بعد این یکی چشش 75% بینایی از دست داد. بعد دیگه واقعا نمیدید.
واسه همین به دیگه خاطر آب‌مرواریدش. موبایل عملش مثلا پنجشنبه بود، دوشنبه هفته قبلش به خاطر کرونا گفتن تمام عملا کنسل شد. یعنی جز اولین عملایی بود که کنسل شد، به خاطر همین با چه مصیبتی باز کردن بعدش. چه رفت عمل کرد ولی به خاطر همون 20% دیگه دست داد، از 50 شد 70. آب مروارید که برمیگرده 100% میشه دوباره. یعنی یه چیز دیگه هم داشته، آب سیاه داشته. آب سیاه عمل نکردن؟ نه دیگه، میگم اول کنسل شد سر کرونا آقا دیگه. ایمرجنسی بعد دواهاشو نمیریخت چشه؟ چرا دواهاشو میریخت ولی دکتر نمیرفت. این ایمرجنسی بعد عمل میکردن. آره میگم بدترین حالت بود بنده خدا واسش اتفاق افتاد. نه ببین کووید همون زمان هم که شما کنسل شد الکتیوا رو کنسل کردن. مثلا که آپاندیستش خود میکرد که اونو که کنسل نمیکردن که. حالا این بنده خدا اینجوری شد. نه به نظرم نمیدونم، حالا من نمیخوام نظر چیز بگم ولی یا داستان اینی که میگی نبوده یا آره من نمیدونم دقیقاً چه مریضی داشته، چون یا نگلکتی صورت گرفته. من فقط میدونم عملش از دست داد و بعدش که رفتم بردمش دکتر گفت متاسفانه به خاطر این تایمی که افتاد یه 20% دیگه بیناییش از دست داده. خب همونجا خیرشون میاد مرد که جا که چرا عملش نکردی؟ ولی که هزاره در 20% من که میگم تانک یو دکتر میام بیرون 20% چی میخواد جواب بده؟ شما اون موقع من نمیدونستی که اگر دیلی بکنی اینجوری میشه. من واسه میتونم بیورزم بلد نبودم، هیچ نگفتم. آره یکی از مشکلاتی که مردم دارن همینه که سوال درست بلد نیستن بپرسن. ببین مثلا حالت اولین بارمه. ببین آقا اصلا همین موضوع شما نمیدونستی اسم بیماری بابا چیه. گفتی که آب مرواریده. کاتاراکت با گلاکوما فرق میکنه. اصلا دو تا چیز مختلفه. و همین این که مریضا نمیپرسن آیا اسم به خدا قسم من نداره، فقط کانادایی گاهی و بعضی از اینا میپرسن. مهاجرا که هیچ کی نمیپرسه آقا بیماری که برای من تشخیص دادی چه بود؟ هیچ کس نمیپرسه. ما موظفیم اسم بیماری رو بنویسیم. این تشخیص این بیماری اینه، اسسمنت ما اینه، پلانی که برای این بیماری داریم اینه. یعنی مکتوب همه اینا. یکی اما نمیپرسه. من مطمئنم الان زنگ بزنی به دکتر میگم من که اینا رو میپرسیدی میگفتم. احتمالاً من بهت گفته ولی خودت اشتباه کردی. ولی من رسیده. همین. آقا من الان فهمیدم اینجا کجاست. من این تو پریشب داشتم اینجا رد می‌شدم. اینو دیدم گفتم چه خوشگله این اسمش. خودم لابد تاکسی پیکانم توش هست. آره راست میگی خیلی لازم داره. بزن. اینا همه پارکینگ. ما آره. درش این بره. این بره؟ آره اون بره. نه شاید هم این بره. این بره به نظر. خب بده. تا مثلا که از عقب پارک می‌کنی همیشه. آره. من اصلا نمی‌کنم این کارو هیچ وقت. چرا این کارو می‌کنید شما؟ من این کارو می‌کنم که موقعی می‌خوام برم راحت باشم. خب موقعی که بری تو راحت باش. خب نه دیگه چون الان آره 40 دقیقه رانندگی کردم دهنم گاهی شده. خب دیگه سخت دیگه هر میشه که یه ثانیه دیگه حداقل یه تیکر آرام بشه. مازوخیست. آقا کامنت بزنید دند عقب پارک می‌کنیم یا دند جلو؟ یعنی سر جلو یا دند از عقب یا از جلو؟ آقا خیلی جالب بود، من خیلی حال کردم. حالا براتون یه دو تا عکس هم میندازم از این غذای تو ببینیم چی بود. نمیشه دستگاه رو بیاری؟ چرا میارم تو، ولی چون معمولا تو موزیک میذارن و دیگه میخوام بشیم غذا بخوریم ضبط نمیکنم، ولی چند تا عکس میذارم که بچه‌ها بدن داستان جایی که اومدیم چی بود و بیا منو نگاه. من اول که سوار شدم بودم بیا سوال بگی اینا ببینیم چه جوری در میاد، بعد در اومده اینا مثلا تو قطعش کن مشتبه قطعش کن. خیلی خوب شد مثلا خیلی الان میگم آقا نمیشه دستگاه رو بیار تو بخیه تو مثلا ارسطو بود نمیرقصید بعد آوردنش بعد دیگه ول نمی‌کرد. لایو یه ماه لایوی. آقا دمتون گرم. همچه بمونی خوبه بمونی. شما چیزی نمیزنی؟ مشروبی، گلی، سیگاری، چیزی نمیخوای خلاف؟ طبیعی رفقا میزنیم. چطوره؟ من الان میخوام برم خلاف کنم. بچه‌ها یوتیوب اجازه نمیده اینو ضبط کنم. اوکی. نمیذارم اینم دست میگیرم. نگو زدم. دادشون بدم. سوال اقتصادی